ای هموطن یک دم بیا اندیشه فردا کنیم، اندیشه بگذشته و امروزه دنیا کنیم، اندیشه این ملت و این میهن زیبا کنیم، دنیا شویم و از دیگر دنیای نو برپا کنیم. السلام علیکم دوستان گرامی قدر، تماشابینان عزیز، باعث خرسندی است که امروز ما و شما باز دیده به دیدار یکدیگر برسیدیم. اولا مردم سربلند تاجیکستان و خلق شرفمند خوجند باستانی را تمنا می کنم که دائما صحتمند و خانه آباد باشند. بگذار دیار زیبا منظر ما تاجیکستان به شرف نعمت استقلال آرامی و آبادی خودش را تا دیرگاه نگاه دارد و زیر فضای کشاد، زیر فضای آرامی و آسمان صاف و بیغبار ما مردمان اهل تاجیکستان با نسل آینده و امیدبخش خود زندگی خوشبختانه به سر برده باشیم. دوستان عزیز، هر یک شماره برنامه نصیحت گوش کن جانا به تحلیل و محاکمه پهلوهای گوناگون تربیه بخشیده شده است. از این رو اثرهای گرانقدر حکیمان مشرق زمین، پند و حکمت‌های سعدی و حافظ، ابو علی ابن سینا و فردوسی و سخنهای گرانقدر رومی و جامی را سرمشق کار خود دانسته کوشش به خرج می‌دهیم تا که کمبودی‌ها، نارسایی‌هایی که در جامعه ما وجود دارد با آهستگی برطرف کرده باشیم. باوری کامل دارم که برنامه ما، هر شماره برنامه نصیحت گوش کن جانا، یک شاخه پربار، یک شاخه ثمر بخش درخت تربیت خواهد بود. چنانه که جامعه بزرگوار می فرمایند جان در تن مرد بی ادب لرزان است، صد جان بدهی ادب خری ارزان است، از بی ادبی کسی به مقصد نرسد، زیرا که ادب تاج سر مردان است. دوستان عزیز، موضوع امروزه ما مدنیت مناسبت در عائله، در کوچه و جایهای جمعیتی می باشد. البته حیات و فعالیت مدنیت مناسبت در همه گونه عائله ها گوناگون است. چه خیلی که ما شما می دانیم زندگی را راه و رویش است و هر کسی را گونه گونه سرنوشت. امروز خوشا بر حال آن پدران و مادران بزرگوار که راه‌های درست تربیه را پیش گرفته فرزندان سالم فکر، خوش آداب، روشن اندیشه، فرزندان با شرم و حیا و دانشمند را به وای رسانده ایستادند. خوشا بر حال آن عائله هایی که قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند را همه جانبه طرفداری میکنند و از روی آن فعالیت برده ایستادند. ما در نزد این خیل پدر و مادران بزرگوار، باباهای غمخوار و مادرکلانهای مهربان که فرزندان فرزانه ملت را به وای رسانده ایستادند، عرض سپاس و منتداری میکنیم. امروز در جامعه ما شماره زیادی خوانندگان، نورسان، جوانان ایجادکاری هستند که در المپیادهای فنی جمهوریوی، در آزمانهای جمهوریوی که از طرف پیشوای ملت با نام فروغ صبح دانایی کتاب است و علم فروغ معرفت راه اندازی کرده شده است، همه طرفه فعالیت برده ایستادند. خوشبختانه فعالیت این جوانان و خوانندگان و نورسان از طرف پیشوای ملت، از طرف دولت صاحب استقلال ما قدردانی کرده شده ایستاده است. بنابر آن اظهار خوشنودی میکنیم که شماره عائله های نمونه، شماره فرزندان آینده فرزانه ملت تا رفت افزوده ایستادند. لیکن ما شما میدانیم که هر کجایی که یک گل نشأ و نما میکند حتما یک الف بیگانه،
یک بوته خار می روید که طبیعت انسان را خیره می گرداند. متاسفانه در جامعه ما عائله های وجود دارند که تربیه فرزندان آنها کاهیده است. شاید از سبب نارسایی پند و اندرس های پدر و مادران باشد، شاید از سبب تاثیر منفی بخشیدن جنگ و جنجال های عائلوی به این فرزندان، یا اینکه شاید از جهت سخت ارث کلان کردن آنها باشد که فرزندان آنها حتی عادی ترین عملی که از دوره خردسالی ما باید به فرزندان یاد دهیم، قاعده و آداب و مدنیت سلام دادن را نمیدانند. امروز بعضی بچگان جوانانی وا میخورند که از نزد کلان سالها، اهل محله، حتی از نزد پدر و مادر و استادان خود بی سلام کردن و بی علیک گرفتن گذشته می روند. بزرگان ملت ما می گفتند که هر سخنی که با سلام دادن آغاز می شود، این صحبت صمیمی و هر یک کاری که با سلام آغاز می گردد آخرش به خیر می شود. بنابر آن سلام دادن همچون نمونه از طرف کلان سالان هم به خردسالان روا است. اما بسیار زیبنده می شد، بسیار ارزنده می شد که جوانان ما، نورسان ما دست خود را پیش بر گرفته به کلان سالان، به پدر و مادران عزیز و مهربان خود، به استادان می گفتند که السلام علیکم. السلام علیکم معنای دارد که من به شما صحتمندی، سلامتی، تنجی و آرامی و امانی می خواهم. و هر کسی که و علیکم السلام می گوید، یعنی من هم به شما تنجی و امانی و سلامتی می خواهم. بنابر همین جوانان امروزه ما را می باید که سلام زیبا با چهره های گشاد سلام دادن را بین خود پهن کرده باشند. امروز پدران و مادران جوانی هستند که فرزندان خود را بسیار ارکه کلام می کنند، تمام شرایط ها را برای آنها مهیا کردند و می خواهند که فرزندان آنها در تمام شرایط های بلند، در سطح بلند زندگانی به پای رسند. در بعضی خاندان ها وقتی مادر کلان ها، باباها و نیبیره ها نصیحت می کنند یا یگان سفارشات می دهند، در رو مادران جوان فرزندان خود را برکنار می کنند. یعنی می گویند که این مانده شده است، یا اینکه درسش بسیار است، یا با یگان کار دیگری فرزند را بند می کنند و سفارشات دادی باباهای و مادر کلان ها اجرا نشده می ماند. البته این خیل بچه ها می دانند که مادرشان یا پدرشان طرف آنها را می گیرد، البته سخنان آچی باباها را به زمین می مانند. امروز پدر و مادران عزیز و مهربان باید فکر کنند که هر یک دعای آچه باباها، هر یک رازگی خوشنودی آنها بی‌بها است. بنابر همین خوب می شد که دانند که پیرها گرد جهان زندگی گردیدند، گرم و سرد و نیک و بد را خوب هم سنجیدند. حرمت پیران نمای و از جوانی پس منال، دان که پیران نیز ایام جوانی دیدند. پدران و مادران عزیز، حرکت کنید، کوشش کنید که در نظر فرزندان بابای آنها، مادر کلانهای آنها را همچون یک شخصیت های بزرگ، شخصیت های گرامی قدر نشان دهید. محبتی بین مادر کلان و بابا و نبیره ها را باز هم پرقوت کنید و یک روز شما از این کرده های خود پشیمان نمی شوید، چون که با دعای آچه باباها آنها سبزیش می یابند. روزی می شود که خود شما هم مادر کلان و یا اینکه پدران بابا می شوند و از کرده های خود پشیمان نمی گردند. تماشابینان عزیز، البته این یک پهلوی مسئله تربیه و مناسبت در عائله است. ما باز پهلوهای دیگرش را محاکمه کردنمان ضرور است. بیایید پیش از آن که محاکمه پهلوی دیگری این مسئله را دیده برایم، یک صحنه را که کارمندان ما آن را به نوار گرفتند همراه تماشا کنیم، بعداً صحبت را دوام می‌دهیم. Но если тебе этот кот так важен, пожалуйста, выбирай. Или он, или я.
لباساتو جمع کن. من حاضرم یه خانه تازه کردم. بس کن. بسواد تازه کردن میگیری. آخر من درس سر کردنم لازم. سپارش مادرم داده را اجرا میکنم. حاضر از جد خسته از روی میز چیزای خدا را گوندا. من به تو. دختر جان با تو چی شد؟ انور جان با خفه کردی ها؟ ها دختر جانتان رو خفه کردم. شما فقط طرف او را میگیرید. پسرم تو چوب همین خود دقلانه مناسبت میکنی؟ غیر از تلفن بازی، غیر از همین تلویزیون تماشا کنی کاری دیگر نداره؟ کارهای پدرت فرموده رو اجرا کردی؟ نه نکردی؟ انور جان من به تو گپ زداسیم. گوش کنید. چه خیلی خواهم همین خیلی کار میکنم. انور جان خیز درست رو تیار کن. من فقط از راهبری صنفی تو گپ میشنوم آخر. تیار نمیکنم. به سه خانگی دادگی نه. شما با من داد نزنی. چی تو داد زنی میلش؟ وقتی که تولد شده پشه رویت رو کش گفته نمیتوانستی. امروز کلان شدی ها؟ مگر من برای تو زحمت نکشیدم؟ کله؟ دیگر کاراتون نیست می؟ دو کس شده این باشه هجوم میکن تو؟ پدر جان طرفی او رو نگیرید. انور جان عموما ما رو پسند نمیکند. انور جان پسر یگانه چیکار خواهد کردن میگیرد؟ رد از پای کاراتون شوید؟ پدر جان التماس طرفش رو نگیرید. از شما خواهش میکنم بهترش او رو نصیحت کنید. رد از پای خوراک شوید؟ با من مصلحت ندهید؟ انور جان یک دیگر کانال ایمان ببینیم چی داده ایستاده است. مایلش بابا جان. دوستان عزیز بعد از تماشا کردن این صحنه مضمون و محتوای آن انسان را وادار میکند که اندیشه کنیم تا که کمبودی های خود نارسایی های خود را از بین برداشته باشیم. شاید بودند عائله هایی که از تماشای این صحنه بعضی نارسایی های و کمبودی های خود را دیده توانستند. این یک قدم به پیش گذاشتن است. البته ما مادر کلان ها و باباهای غمخوار نبیره های خود را دوست می داریم. در حقیقت نبیره شیرین است. وقتی که پدرش یا مادرش او را سرزنش می کند دل مادر کلان ها دل باباها به درد می درآید. در طرف نبیره را می گیرند، او را به زیر حمایت خود قرار می دهند. حتی هستند آنهایی که می گویند مادرت آدمی بد است، تو را سرزنش کرد و در نزد فرزند مادر را سرزنش می کنند، تحقیر می کنند، سخنهای بیجا می گویند و در نظر کودک پست بودن حقوق مادرش را در عائله نشان می دهند. این طرفگیری آچه باباها سبب می شود که بعضی فرزندان عزت و حرمت پدر و مادر خود را درست به جا آورده نمی توانند. باباهای مهربان، مادر کلانهای غمخوار، بیایید سر این مسئله اندیشه کنیم. آخر ما به این کودک شخصیتی از همه نزدیکش را بد کرده نشان داده ایستاده ایم. آخر ما خشتی اولین بنای تربیه را کج نهاده ایستاده ایم. خشتی اول گر نهد معمار کج تا به آخر می رود دیوار کج. اگر ما خواهیم که نبیره های ما بچه های تنبل، کاهل، هوا بلند، بیکار خوجه کلان نشوند، ما گفتنمان در کار است که بچم همین رفتارت نادرست بود. گفته های پدر و مادرت را اجرا کن. آخر آنها مادری تو هستند، او پدری تو است. با مادر خود مهربان باش، آماده خدمتش به جان باش. با چشم ادب نگر پدر را و از گفته او مپیچ سر را. گر هر دو شوند از تو خرسند، خوشنود گردد ز تو خداوند. بیایید مادر کلان های عزیز
باباهای غمخوار سر این مسئله جدی اندیشه کنیم. در تعلیم و تربیه فرزندان به پسر و کلینهای خود یاری رسانیم. فرزندان را در روحی انسان پروری، مهنت دوستی، مهنت قرینی، وطن دوستی تربیه نماییم تا که در آینده آنها نامبرداری ما و شما باشند. دوستان عزیز، البته در کوچه، در جایهای جمعیتی، مدنیت رفتار، مدنیت مناسبت بچگان و جوانان بعضا تشویش آور است. در بازارها، در مغازه ها با میخوریم جوانانی را یا بچگانی را که به کلانسالها حتی راه نمیدهند. همیشه آنها سرکار هستند، سر تشویش هستند. پیرها آنها را انتظار میشوند، جوانها پیشتر از راه میگذرند. یا در وقت سوار شدن با واسطه های نقلیات از پیرها، از کلانسالها پیشتر میگذرند. 2 سامان یا 2.5 سامانی که برای رهگیرا پرداخت میکنند، این سبب می شود که یک جای را بند می کنند، با تلفن بازی کردن و به سوی کوچه نگریستن آنها را به خود جلب می کند و از ایستادن و از منتظر شدن کلانسالها آنها بیخبر می مانند. البته هر کسی که راهگیرا را مبلغ راهگیرا را پرداخت می کند حق دارد که وی شیند. اما دوستان عزیز، آیا آداب را، دعای پیران را مگر با یگان بها خریده می شود؟ هر فرزندی که آداب دارد، هر فرزندی که رفتار نیک انسانی را به جا می آورد، وی آینه عائله خودش است. هر فرزندی که به آداب است و با همراهی جمعیت نیکان پیروی می کند و به پیش می رود، داند که قدم های او تا رفت به قله مقصود او نزدیک شده ایستاده است. بنابراین ما به جوانان، به نورسان مراجعت کرده گفتنی هستم که فرزندان عزیزم، شاگردان مهربانم، جوانان امیدبخش تاجیکستان عزیز، همه ما و شما باید شکرانه آن را به جا آوریم که در یک دولت تنج و آرام و صاحب استقلال عمر به سر برده ایستاده ایم. ما باید شکرانه کنیم که بهترین نعمت عقل و هوش و تمیز رسا نصیب ما و شما گردیده است. ما شکر کنیم که زبان گویا داریم، شکر کنیم که از جمعیت دیگر مخلوقات روی زمین، از همه گونه جانزادهای و جانورها ما و شما بالا می ایستیم. بیایید با فعالیت خود، با عملهای صالح خود انسان حقیقی بودن خود را اثبات نماییم. من باوری کامل دارم که جوانان ما، خوانندگان و نورسان ما تاج طلایی ادب را به سر می نهند و همیشه به پیش حرکت می کنند تا که به قله مراد و مقصدها رسیده باشند. پدر و مادران عزیز، آموزگاران گرامی قدر، مادر کلانها و باباهای غمخوار، بیایید همجایه در این عمل خیر سهمی با سزا گذاریم و نسل آینده، نسل امیدبخش تاجیکستان عزیزمان را در روحیه وطن دوستی و انسان پروری، در هدایت نمودن به عملهای نیک و بهترین انسانی سهمی با سزای خود را گذاشته باشیم. خیر تا شماره آینده برنامه. سلامت باشید.